دوم نوعی اسلوب ما داریم اسلوب پوبلیسیستی که این نیز به شاخه کدام اسلوب داخل میشید؟ به شاخه اسلوب کتابی یا که خطی. اسلوب پوبلیسیستی چه خصوصیت ها رو دارد در خودش؟ خصوصیت های از همه برجسته اسلوب پوبلیسیستی یا که رسمی یا که روزنامه‌نگاری یا که خبرنگاری این عامه فهمی میباشد. عامه فهمی یعنی عامه فهمی چی است؟ عامه معناش میشود همه. آن نفری که در مجله متن می نویسد یا که در روزنامه و تلویزیون و رادیو برآمده شفاهی صحبت میکند باید کلمه های را در زبان و در نوشت استفاده برد که آن کلمه ها به تمام جامعه تاجیکستان چی باشن؟ فهمه باشن. اگر ما از لحاظ منطقه نگاه کنیم، از لحاظ ولایت ها نگاه کنیم به تاجیکستان، ما در تاجیکستان ما در یک تاجیکستان خردکی که داریم زیاده از 59 لهجه ها هستند در جامعه امروزه ما که آنها هر یک لهجه گویش ها از یکدیگر به کلی فرق میکنند. برای آن که این لهجه رو محلی دیگر یا که ولایتی دیگر یا که ناحیه دیگر اهالیش فهمد درست درک کند، باید روزنامه‌نگار کلمه رو استفاده برد که به تمام قشر جامعه تاجیکستان فهمه باشد. از همین لحاظ میگه یکم خصوصیت این اسلوب چی است؟ عامه فهمی. خب دوم خصوصیت این اسلوب ترغیب و تشویقات است. یکی از هدفهای اساسی اسلوب پوبلیسیستی یا اینکه خبرنگاری یا اینکه روزنامه‌نگاری چی است؟ ترغیب و تشویقات است. که اگر که عادی کرده گوییم ترغیب و تشویقات را، این چی است؟ رکلام است. یکی از سمت‌های فعالترین و درآمدناکترین این اسلوب این ترغیب و تشویقات است، رکلام است. خب اگر سوم خصوصیت چی است؟ همقدمی زمان بودن. سوم خصوصیتش میگه همقدمی زمان است. یعنی دلخواه واقعه و حادثه میشود، ما در حال الکی توسط تلویزیون است، توسط رادیو است یا اینکه توسط سامانه‌های اینترنتی است که عین حال به نهایت در سطح زیاد فعالان که کانال‌های زیاد در اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام و تیک تاک و دیگر چیزها جایگیر است، عین حال توسط آن چیزها الکی خبر به پورگی به سهم مردم رسانیده میشود. یعنی از زمانه قفاچی نماندن که این خصوصیت نیست. خصوصیت کدام اسلوب است؟ خصوصیت اسلوب پوبلیسیستی میباشد. خب چهارم استفاده ترکیب ها. ما از آن لحاظ در اسلوب رسمی کارگزاری فقط متن اعلان رو مثال آوردیم که متن اعلان با متن‌هایی که در اسلوب پوبلیسیستی یا که خبرنگاری نوشته میشوند شباهت دارد، مانندی دارد. شباهتش از روی زمان است. در اسلوب رسمی کارگزاری در متن اعلان زمانی آینده استفاده میشید و اما در متن‌های اسلوب پوبلیسیستی یا که خبرنگاری یا اینکه روزنامه‌نگاری بیشترین وقت کدام زمان استفاده میشود؟ زمانی گذشته. و زمانی گذشته که باشد همون ترکیبی که برگزار میگردد بود میشود برگزار گشت. انجام مییابد میشود انجام یافت. اینها هستند ترکیب‌های کدام اسلوب؟ اسلوب پوبلیسیستی که خبرنگاری. خصوصیت دیگر این اسلوب تاثیررسانی نیز هست. یعنی وقتی که ما خبر واقع و حادثه رو توسط این چیزها میفهمیم یا که میشنویم یا اینکه میخونیم، الکی آنها تاثیر خود را خواهیم نخواهیم به ما میگذارن، به جامعه میگذارن. خصوصیت دیگر این اسلوب تاثیرگذاری نیز هست. خب این حال تحلیل سوال ها میگذاریم. اسلوب کدام از این نوشته های زیرین روزنامه‌نگاری است؟ تحلیل یک باره 4 واریانت رو تحلیل میکنیم. حکایه و اینکه پاویس اینها متن‌های اسلوب بدیهی هستند که این جواب چه است؟ جوابی نادرست است. شرح حال
شامل کدام اصول است؟ اسلوب رسمی کارگزاری که این جواب چیست؟ جواب نادرست است. نامه پدر و پسر این نیز نامه که میباشد با کدام اسلوب نوشته میشه؟ با اسلوب رسمی کارگزاری. این نیز جواب نادرست است. مقاله، آچرک اینها نوشته میشن با اسلوب چی؟ با اسلوب پوبلیسیستی یا اینکه روزنامه نگاری یا اینکه خبرنگاری. سوال دیگر، اسلوب بیان کدام از این نوشته ها روزنامه نگاری است؟ پوست، رمان اینها شامل اسلوب بدیهی میباشند. جواب نادرست است. عریضه، درخواست شامل اسلوب رسمی کارگزاری است. این جواب نادرست است. خب خبر، لوحه اینها چند جواب های درستند که این نوع متن ها با کدام اسلوب نوشته میشن؟ با اسلوب روزنامه‌نگاری، خبرنگاری یا که پوبلیسیستی. این جواب درست است. کشفیات یا اینکه فرموله های علمی اینها با اسلوب علمی داخل دارند که این جواب چی است؟ جواب نادرست. خب سوال دیگر، مقاله صدرالدین عینی درباره مکتب و معارف تاجیکان در کدام اسلوب نوشته شده است؟ وقتی که مقاله درباره مکتب و معارف نوشته میشه، در این صورت متن این مقاله میشود اسلوب چی؟ روزنامه‌نگاری یا اینکه خبرنگاری یا اینکه پوبلیسیستی. خب سوال دیگر، اسلوب بیان متن را معین کنید. امروز جهان به طور چشمگیر رشد و انکشاف می‌یابد و تکنولوژی زمانوی به زندگی تمام قشرهای جامعه وارد شده از پیشرفت و دیگرگونی‌های زیاد بشارت می‌دهد. و در داخل قوس علاقه جواب سوال هست که از روزنامه با کدام اسلوب نوشته میشود؟ به اسلوب رسمی کارگزاری نوشته میشود. متنش حتما به اسلوب رسمی و اسلوب روزنامه‌نگاری آموده میشود و اسلوب خبرنگاری میشود. علاقه سوال در خودش جواب دارد. جواب سوال میشود چی؟ پوبلیسیستی. در اینجا گفته است از روزنامه، برای اون که خواننده زود در حال درک نکنه جواب رو، نام دیگر این اصول دارد. چی ورده است؟ پوبلیسیستی. حتما شما باید آن سه نام رو از یاد کنید. چی بود نام‌هایش؟ روزنامه‌نگاری، خبرنگاری، پوبلیسیستی. حتمی است از یاد کردنش. اسلوب بیان متن رو معین نمایید. تعلیم و تربیت و تجلیل چاره‌بینی‌های موضوعی طبق دستور و سپارش و فرمایش‌های وزارت‌های معارف و علم و مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردند. از روزنامه آموزگار، یعنی روزنامه‌ها نیز نام‌هایشان آورده می‌شود که این شامل کدام اسلوب است؟ شامل اسلوب پوبلیسیستی میباشد این متن. خب اسلوب علمی، سوم اسلوب خطی که عین حال ما در باش گفته می‌گذاریم، اسلوب علمی است. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описания гузошта шудааст.